میخواد درست بشه این آتیش؟ آره الان درست. همونجوری خودت کنار آتیش. امیر علی پسرم یکم دورتر باید باشه. الان آتیشش بزرگه. الان آتیش میپره بالا. چیه جریان؟ شباب بسوزن. سلام، شب همگی به خیر باشه. من به همراه الی. علیک سلام. امشب داریم میریم خونه یکی از دوستامون. شب چهارشنبه سوریه، یه چند روزی هم مونده تا تحویل سال 1396. درسته؟ بله. خب بریم ببینیم چه جوری میشه. میخوام بپرم از رو همین. خیلی بزرگه، یعنی باید این کار رو. خب واسه این چوبا بزنن کنار میخوین چیزا نباشه. بیان دیگه. خیلی خسرو چوبا بلند اینا نمیتونن بپرن. میری بالا صدا کنی بگو هر کی باید بیاد وایسم بیاد تا کوتاه بشه. نه بابا نه دیگه اینقدرم بلند من نیست. بابا خیلی بلنده. من نمیتونم. وایسا انتخاب کنن. پرشم فقط بابا نه این برای تو. بابا گفته با آتیش کوچیک داری چیکار می‌کنی؟ اگر نمیتونی چهارشنبه سوری و آتیش چهارشنبه. نه بابا سوری. میتونی. با من آتیش این آتیش اگه چی زده؟ بود امیدوارم خوش بلند یه تو از من. یا بسم خب امشبم تموم شد. خیلی خوش گذشت نه؟ خیلی هم عالی. جای همه خیلی خالی بودش. خب یکم باید فرق داشته باشه این ور با داخل ایران، ولی خب ما به همینم راضی بودیم. خیلی خوش گذشت. جای همتون خالی بود و عذرخواهی میکنم خیلی از صحنه‌ها هم نتونستم بگیرم، نور کافی نبودش برای گرفتن فیلم. سال خوبی داشته باشید. چند روز بیشتر نمونده تا سال جدید و حتما ویدیوی چهارشنبه سوری ما رو ببینین، ما رو فالو کنین، برامون پیغام بذارید تا بتونیم انرژی بگیریم واسه ویدیوهای بعدی. به امید دیدار همتون. شب روز خوبی داشته باشین. خداحافظتون. خداحافظ. خداحافظ.